زندگی جوان ایرانی. خلاصه که ارشدمو از شریف گرفتم و الان وضعم اینه. یه راننده اسنپ بدبخت. راستی شما قیافت کم برام آشناست، یکم شبیه اون یاروی تو داش سیاه، اسمش چی بود؟ چه میدونم نمیشناسم. چرا برعکسن؟ یه تیشرت قرمز میپوشید، یه عینک دودی هم مثل خودت میزد. یه کلمه دیگه حرف بزنی یه چیز تو مغزت کاری میکنم. اوه از این تفنگ فندکی ها یادش بخیر، یه زمان ساکت چقدر شو. ایستگاه رفیقامو با اینا میگرفتم. گفتم ساکت. باشه دیگه حرف نمیزنم. ولی با ستاره تهدید میکردی تاثیرگذارتر بودا. یه بار یکی از مسافرها بهم گفت اگه دوباره حرف بزنی یه ستاره بهت میدم. فاکینگ 57 ثانیه هیچی نگفتم. آخرشم بیشرف ستاره رو کم کرد. خفه شو دیگه. واقعی پشمام. یادم پدر بزرگم یه تفنگ داشت باش پرنده شکار میکرد. صداشو که شنیدم رفتم تو خاطرات بچگی. عجب دورانی بود. یه دونه دیگه بزن. ساکت.